كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، با شما هستیم با سفر آخرت، سفری که جا داره که بیشتر راجبش فکر بکنیم و راجبش تحقیق بکنیم. در برنامه گذشته درباره آیات و احادیثی که در این مورد، یعنی سفر آخرت، ذکر شده بود، مختصراً به بعضی از اونها اشاره کردیم و با هم مروری داشتیم بر این موارد. و من جمله این روایتی بود که رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که ملاقات الله تعالی رو دوست داشته باشه، الله تعالی هم ملاقات اون رو دوست داره. در آخرین لحظات زندگی انسان در روی زمین بسیار مهمه که این انسان با چه وضعیتی از این دنیا خارج میشه. لحظه خروج انسان از دنیا و انتقالش به دنیای دیگر میتونه خودش یک نوع اشاره‌ای باشه و یک گواهی باشه به خود اون انسان و اعمالش و عباداتش. حسن خاتمه انسان بشارت خوبی است برای ادامه مسیر این انسان در سرای آخرت و در سفر آخرت. و سوء خاتمه، خدایی نکرده، اگر انسان باش درگیر شد، نشانه خطرناک است برای این انسان و برای اون شخصی که با سوء خاتمه از دنیا رفته و سفر آخرتش سفر سختی خواهد بود. چیکار کنیم که حسن خاتمه داشته باشیم در دنیا و در اولین ایستگاه سفر آخرت که محل آغاز این سفر مهمه، یعنی مرگ، با حسن خاتمه از دنیا بریم. برای بررسی موضوع در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری. جناب مولانا، عرض سلام دارم خدمتش. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، همه علاقمندان برنامه سفر آخرت، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. و همچنین خدمت جناب استاد بزرگوار عرض و ادب و سلام. الله سبحانه و تعالی این سفر برای همه ما و همه امت اسلامی آسان بکردن. آمین. جناب مولانا، اگر ما بخوایم حسن خاتمه داشته باشیم، آرزوی همه ما انسان ها، مسلمان ها است که با حسن خاتمه از دنیا بریم. چیکار کنیم که مصیبت سوء خاتمه ما رو فرا نگیره و خدای نکرده با سوء خاتمه از دنیا نریم؟ چه سبب میشه، چه مواردی سبب میشه که انسان مبتلا بشه به مصیبت سوء خاتمه تا پرهیز بکنیم از اون؟ مسئله موت و انتقال از
از این عالم به عالم دیگر بسیار مسئله مهمی است که هم در این بخش اشخاصی هستند که حسن خاتمه دارن که الله سبحانه و تعالی ما و شما را از جمله این گروه بگردانه، و اشخاصی هستند که سوء خاتمه بد میشه. ارتباط به اسباب حسن خاتمه انسان که زندگی دنیا به خوبی ختم بشه و دنیای برزخ یا عالم برزخ به خوبی آغاز بشه، اول اینه که یک انسان دارای یک عقیده پاک و صاف و زلال باشه. حسن خاتمش به زیبایی سرانجام به زیبایی ختم میشه. عقیده موافق به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، یعنی آنچه که الله سبحانه و تعالی از انسان خواسته که انسان باید به او مؤمن و معتقد باشه باید باشه. مؤمن بهی آمنت بالله و ملائکتی و کتبی و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیری و شری من الله تعالی و البعث بعد الموت. پس باید که عقیده درست و صحیح، باور درست و صحیح و خلاصه شناخت درست و صحیح نسبت به الله سبحانه و تعالی و آنچه که الله سبحانه و تعالی نسبت به عقیده از این انسان خواسته. دوم، ایمان قوی. ایمان قویه که حسن به خاتمه میشه، یعنی به زیبایی دنیا ختم میشه و به زیبایی عالم برزخ آغاز میشه. ایمان قوی از کجا به دست میآیه؟ از اعمال صالحه انجام دادن اعمال شایسته درست و صحیح. مثلا در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استکمل الایمان. ایمان یک شخص لحظه کامل میشه که محبت به خاطر الله، بغض به خاطر الله، چیزی دادن به خاطر الله و منع کردن به خاطر الله، اینجا ایمان کامل میشه. به این سرحد که رسید خاتمش به حسن و به زیباییه. سوم، در لحظات اخیر انسان، ما نمیگیم که انسان گناه کردن نمیتونه یا گناه نکنه، انسان گرفتار گناه میشه، انسان جایز الخطا بالاخره مفته به کام نفس شیطان، ولی مهم اینه که انسان گناه کرد توبه کنه، نگذاره که اون گناه امتداد داشته باشه، بالاخره دوام داشته باشه، اصرار داشته باشه، چنین نباشه. وقتی که این انسان، چرا ببینیم الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان اشاره میکنه و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، شما مؤمنین توبه کنید لعلکم تفلحون تا شما رستگار بشید. نگفته به اینجا توبوا الی الله جمیعا نعوذ بالله ایها الفاسقون ایها الکاذبون ایها الفلان فلان و بالاخره انسان های بد و اینها، فقط گفت توبوا الی الله جمیعا، دست جمعی، ایها المؤمنون. مؤمنان هم نیاز به توبه دارن، توبه برای گناهکاران نیست فقط. بله، به خاطر این که مؤمن توبه کنه، اگر گناهی نداشته باشه این توبه سبب رفع درجات میشه. اگر گناهی باشه خود توبه کرده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در شبانه روز 70 مرتبه، پیامبر صلی الله علیه و سلم 100 مرتبه چین
توبه میکردن، استغفار میکردن به خاطر قرب و مقام و منزلت. ولی انسانی که از دنیا تائب بره، یعنی گناه کرده، توبه کرده، پاک کرده، خاتمی ازی به حسن و به زیبایی میشه. و در روایات میاره که دیگه از کدام اشخاص خاتمینا به حسن به زیباییه؟ به اونهایی که طلب دنیا رفتن، در دنیا تلاش میکنن، به دست آوردن دنیا تلاش میکنن، ولی محبت دنیا در دل ندارن. کسی که محبت دلداده دنیا نیست، دلداده دنیا نیست. موضوعی که در جلسه گذشته اشاره کردیم که میگه آنچه جای علت از دنیا پرستی است، نه دنیا داری. دنیا دارن و دنیا پرست نیان. اینها خاتمه اینها به حسن و به زیبایی میشه. جای دنیا در کف دست اونهاست، نه در دل اونها. در دل اونها. و پنجم که اشاره کنیم، کسی که لحظه‌ای که میخواه از دنیا بره، کلمه طیبه، کلمه شهادت بر زبان او جاری میشه. حسن این، خاتمه این به حسن و به زیبایی. لحظه‌ای که از دنیا میره میگه لا اله الا الله، که دعا میکنیم اللهم اجعل آخر کلامنا لا اله الا الله. ای الله، لحظه‌ای که همه ما از دنیا میریم، آخرین کلام ما این کلمه مبارکه لا اله الا الله را بگردم. این 5 تا عقیده سالم، مسئله ایمان قوی، توبه و اینکه محبت دنیا در دل نباشه و کلمه شهادتین به زبان جاری باشه، این شخص خاتمی از این انشاءالله به اذن الله به حسن به زیباییه. اما اسباب سوء خاتمه همین های عکس اینا. اگر کسی عقیده فاسد شده بود، عقیده فاسد شده بود، یکی عقیده فاسد یکی از جمله اسبابیه که سوء خاتمه، خاتمه رو به بدی میکشانه. یعنی دچار شرک شده باشه، وقتی ما میگیم حسن خاتمه یا سوء خاتمه، از چی پیدا میشه؟ باید یک اشاره بکنیم. شیطان در لحظات سکرات موت، در لحظات نزع روح، این شیطان تنها دشمن در حیات نیه. این که قرآن عظیم و شان میفرماید انه لکم عدو مبین، این برای شما دشمن واضح و آشکاریه. این که الله سبحانه و تعالی گفته متوجه باشین ولا تتبعوا خطوات الشیطان، گام خود را بر گام های شیطان نگذارید. این که الله سبحانه و تعالی خلاصه ما متوجه ساخته که این شیطان برای شما دشمنه. دشمنی شیطان، تمام تلاش شیطان از لحاظ دشمنی از ابتدای عمر تا لحظه سکرات موت یک طرف و همو چند لحظه یک طرف. چون به خاطری که در حدیث میاره که اعمال فقط تعلق به چی میگیره؟ بالخواتم. خاتمه چه کار میشه؟ در ختم کار. خیلی از انسان ها از ابتدا تا انتهای عمر به عبادت بودن، به ریاضت بودن، به زهد بودن، به تقوا بودن، به پرهیزگاری بودن، ولی بر او لحظات سخت پاینا لغزید. خیلی لحظه مهمیه. شیطان خیلی تلاش میکنه. شیطان آخرین فرصتی که در زندگی داره. بله. شیطان سعی میکنه در اون آخرین لحظه تیر خلاص رو بزنه. شیطان در اینجا چگونه نقشه داره؟ شیطان به صورت پدر می آیه.
در روایات میاره، به صورت پدر، به صورت مادر، به صورت اقارب و خویشاوندان یک از دنیا رفتن. اینا که از دنیا رفتن با اونهایی که سخت دوست داره. این شخص مشتاق اونهایی، حتی به صورت اشخاصی میایه که این شخص با حرف اونها اعتماد داشته. قضیه خیلی قضیه مهمیه. به این وقتی که ما میگیم شخص عقیدی سالمی داشته باشه، عقیدی خود بفهمه، چرا؟ این به صورت پدر میایه، به صورت مادر میایه، به صورت مثلا جریان پیر و مریدی که امروز رواج داره به صفت یک پیر میایه. خلاصه به صورت یک شخصی که مورد اعتماد این شخص مرید مسکین چون احترام خاص به پیر خود داره، به صورت استاد میایه، شاگرد یک احترام خاصی بالاخره استاد داره. در این قسمت شخص اگر خود از او از عقیده خود واقف نبود و خود از او عقیده صاف و پاک و زلال نداشت محکم و محکم و مستحکم نبود، این شخص وقتی عقیده سست بود، شیطان میایه شروع میکنه به تعریف دین یهودیت، طوری که در روایات میاد به شکل یک انسان معتمد. به شکل یک انسان معتمد. بعد چی میگه؟ اگر غیر یهودی بمیری وضعیت تو خطرناکه. خب اگر این انسان عقیده از این عقیده محکم باشه و عمر خود بر عقیده صاف و پاک و زلال روان بوده باشه، خب میفهمه که دین اسلام دینیه که و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من ان الدین عند الله الاسلام. این انسان میفهمه و میدانه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبر بودن. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. و این انسان وقتی عقیده رو بفهمه و بدانه، در این قسمت هیچ وقت فریب چی پدر باشه، چی مادر باشه، چی استاد باشه، چی پیر باشه. درخت عقیده ریشه دوانده در وجود دوانده. مثلا کلمت طیبه کشجره طیب ثابت و فرعها فی السماء. درختی که محکم شده در وجود. به اینجی مهمه که از اسباب سوء خاتمه یک جریان فساد در عقیده. اگر عقیده فاسد بود، این شخص میره به لغزش. شیطان این رو شیطان او دیگه بالاخره میکشانه که خدا کسی که مذبذب بوده و عقیده درست یاد نگرفته. دوم ضعف ایمان. وقتی که گفتیم ایمان وقتی ضعیف بود، خب شیطان که ایمان قوی در مقابل شیطان مبارزه میکنه، شیطان میزنه. وقتی ایمان ضعیف بود، اراده ضعیف میشه. اراده که ضعیف شد در مقابل وساوس شیطانی، باز میره به منجلاب، به بدبختی، بالاخره خاتمه به سوء به بدی کشانده میشه. سوم این بود که شخص توبه کنه در عرصه حسن خاتمه، در عرصه از جمله اسباب سوء خاتمه که به اون لحظات که انسان هایی که اصرار و مداومت بر گناه داشتن، توبه رو به تأخیر انداختن. توبه امروز فردا، امروز فردا، امروز فردا، بدون توبه لحظه می آید که ان الله یقبل توبه العبد ما لم یغرقر. توبه تا زمانی پذیرفته میشه که نفس به حلقوم نرسیده باشه. وقتی نفس به حلقوم رسید، اینجا دیگه ارزش نداره. در حدیث دیگه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اشاره میکنن که دروازه توبه چی وقت بسته میشه؟ به دو حالت داره. به یک حالت دروازه توبه زمانی که خورشید از سمت مغرب طلوع بکنه، از جمله علامت های کبرای قیامت، دروازه توبه مسدود میشه. و لحظه دیگری که نفس به حلقوم برسه. حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان. اونی قبل است. ولی که مسلمان هم در هر لحظه، ولی که مسلمان باشه، لحظه که نفس به حلقوم رسید، ان الله یقبل توبه العبد، ان الله یقبل توبه العبد ما لم یغرقر. تا زمانی که به حلقوم نرسیده باشه، عبد گفته، همه شامل میشه. پس اصرار بر گناه و زمانی هم که فرصت به توبه نیافت و میخواست از دنیا بره، خاتمه به سوء، رو به بدی
روان میشه. اگر گناهی از انسان سر زد باید سریعا توبه بکنه، منتظر نباشه که حالا خود توبه رمضان بیاد بگذاریم، حالا که جوانیم پیر شدیم میریم نماز میخونیم تسبیح دست میگیریم، هنوز وقت زیاده. همین توبه الله سبحانه و تعالی به خاطر چی داده؟ چون خداوند یک نوع خبیره، از حال بنده ها واقف بود، میدانه که این بنده ها گناه میکنن. الله سبحانه و تعالی توبه را که اگر گناه کردی، نفهمیدی، ندانستی، توبه کن. توبوا الی الله توبتا نصوحا. توبه جانانه باشه، توبه نصوح باشه، توبه خالصانه باشه. توبه نباشه که میگه سبحه بر کف. خب تصویر بنده، سبحه بر کف، توبه بر لب، دیگه هیچ خبری از دل و از اعماق دل نباشه. توبه بر لب، دل پر از شوق گناه. معصیت را خنده می آید به استغفار ما. چنین توبه نباشه. توبه باشه که توبه خالص، بدون غش، رجوع به طرف الله سبحانه و تعالی. پشیمانی کامل از گناه گذشته. شما ببینیم خود توبه وقتی که میگه توبه یا ایها الذین توبوا الی الله توبه نصوحا، توبه خالصانه، شما ببینیم یک هواپیما طیاره که میگیم وقتی پرواز میکنه، اگر به داخل تل این بنزینی باشه که غش باشه، یه از پرواز میمونه، موتور از حرکت میمونه. اعمال انسان اگر نمازم باشه، گناه باشه، طاعتم باشه، عبادتم باشه، ثواب باشه، گناه باشه، هر دو با هم دیگر پیش بره، این انسان به سوی خدا حرکت کرده نمیتونه، چون بنزین این غش پیدا کرده. این باید پاک باشه. مثل بیماری که هی دارو میخوره از یک طرف همون چیزایی که پرهیز داده تو رعایت نمیکنه. اینجا الله سبحانه و تعالی میگه توبوا الی الله توبه نصوحا. توبه خالص باشه، مخلصانه باشه، و توبه باشه که نشانه توبه همینه که نشانه قبولیت توبه، که اگر انسان توبه کرد از یک عمل زشته، اگر دیگر رجوع نکرد به او، این علما بزرگان میفرمایند که این نشانه قبولیت هزینه. اگر رجوع کرد به گناه و معصیت، پس قدم گذاشت، مجددا توبه کنه تا این که از گناه پاک بشه. پنجم از جمله اسباب سوء خاتمه حب الدنیا، رأس کل خطیه. اشخاصی که محبت به دنیا دارن، این اشخاص بسیار در لحظات سکرات موت وضعیت از اینا به خطرناکی میکشانه، رو به بدی میکشانه. در همینه که میگن کسی آنقدر محبت به دنیا داشت که همیشه بعضی اشیا و اجناس دنیوی نام میگرفت. مثلا از پول امروزی که مروجه، مثلا افغانی و ریال، افغانی ریال هم محبت داشت. میگه از بس که همیشه همو پول و سرمایه که دوست داشت به زبان خود می آورد، و بالاخره لحظات ناز هرچی در محضر او میگفتن لا اله الا الله، و همو دنیا رو نام میگرفت. موتر طیاره، موتر مثلا طائره، یک چیزی. این حالت از او نشان میده که با آنچه که محبت داشته، تمام هوش و فکر و حواس از او به طرف همو بوده. چون در حدیثی که به جلسه گذشته گفتیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند من احب لقاء الله احب الله لقاء. وقتی کسی لقاء پروردگار رو دوست داشته باشه، لحظه شماری میکنه که چه وقت من ملاقات پروردگار میرم، چه وقت او ساعتی میایه که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره بشه. اما از جمله اسباب سوء خاتمه یکی حب دنیا، که الله سبحانه و تعالی همه ما و شما از این خطر مهلک و
واقعا یک معضله، یک مشکله. الله سبحانه و تعالی همه ما رو حفظ کنه. اگر ذره هم محبت دنیا در دل ماست، از الله میخوایم که ای الله تو قادری و قدرت داری، او را از دل ما بیرون بکن، محبت خود، عشق خود و عشق حبیب خود را در دل جا بدی. و پنجم هم که اشاره کردن بعضی از علما و اینها که سوء خاتمه اینه که در لحظات نزع روح شهادت یا شهادتین به زبان از او جاری نشه. ولی این باید من اشاره کنم که شاید خیلی از انسان ها از دنیا برن و ایر به صراحت نگن لا اله الا الله بعدن از دنیا. و برای مؤمن و مسلمان و انسانی که شایسته همی که زبان از او هم به طرف الله سبحانه و تعالی زبان ذاکر باشه، مهم حرکت بکنه، اصلا زبان از او و می داخل دهن از او بچرخه، دیده میشه که این شخص ذاکر بوده و در حالت ذکره. پس خاتمی انشاءالله باذن یاد الله الله از دنیا رفتن برای مهمه. انسان مؤمن، برای انسانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من قال لا اله الا الله دخل الجنه، یقینا و یقینا برای مسلمان حسن خاتمه هست، حسن خاتمه هست. وقتی که سوء خاتمه میگیم برای کفار و برای منافقین و برای او انسان هایی که دیگه از حد گذرانده باشن، گناه و معصیت از حد گذران، از حد که بگذره دیگه که میگه تا کنون کردی چنین اکنون مکن، تیره کردی آب را افزون مکن، لطف حق با تو مواساها کند. ولی متوجه باش که دیگه اگر چون که از حد بگذرد تا لحظه مرگ هم گناه و معصیت رها نکنی، چون که از حد بگذرد رسوا کند. که الله سبحانه و تعالی خاتمه همه ما به حسن و به زیبایی بگرداند. آمین. خیلی ممنونم جناب مولانا. حقیقتا همونجوری که بینندگان عزیز جناب مولانا فرمودن، حسن خاتمه وقتی که انسان عقیده درست داشته باشه، ایمان راسخ داشته باشه، حب دنیا در دلش نباشه و همیشه زبان شاکری داشته باشه و زبان ذاکری داشته باشه نسبت به الله تعالی و همیشه بیاد الله تعالی بوده باشه، الله تعالی یقینا اون بنده خودش رو در اون لحظه سخت یاری خواهد کرد و در آخرین لحظات هم با یاد الله، با ذکر الله از دنیا خواهد رفت. همین که مشاهده میشه که بنده‌ای در آخرین روزهای حیات خودش انداخته که چه در بستر مریضی باشه و الله تعالی اون رو مبتلا میکنه و صبر میکنه و شکیبایی به خرج میده و در آخرین لحظات ناشکری نمیکنه و زبانی شاکر داره و ذاکر داره و با ذکر و یاد الله تعالی و تلاوت قرآن از دنیا بره. این همه خودش واقعا نشانهای خیر است و واقعا جای ترس داره که ما از الله تعالی پناه بگیریم، از اینکه خدای نکرده از اون گروهی باشیم که در آخرین لحظات هم باز هم در آخرین لحظات زندگی هم دست بر نمی‌دارن از خواسته های دنیا و از عادت های زشتی که در دنیا داشتن. شنیده میشه بعضی وقت خدای نکرده جوانان عزیزی در آخرین لحظات با زبانشون به جای اینکه تلاوت قرآن داشته باشه، تسبیح و ذکر الله رو داشته باشه، با ترانه های مختلف، با ذکر نام های مختلف و با تلفظ الفاظ عجیب و غریب و خواسته های عجیب و غریب از دنیا میرن و دیده میشه بعضی ها به نحوی از دنیا میرن که اون لحظه آخر وقت انسان نگاه میکنه واقعا جای پریشانی و نگرانی داره. و جناب مولانا من هرگز فراموش نمی کنم که عزیزی میگفت که شخصی در زندگی زیاد ربا میخورد و اون شخص وقتی که از دنیا رفت در حالتی از دنیا رفت که در سر سفره خانواده‌اش تعریف کرده بودن که اون شخص راحت داشت غذا میخورد، یک دفعه حالش بد شد و رفت به سمت برهان دستشویی تا اونجا مزاحم بقیه نباشه و وقتی که بعد از مدتی سر صدا بعد ساکت شد، خبری نشد، وقتی رفتن از نزدیک خبر بگیرن خانواده دیدن که این شخص همونجا در همون حالت داخل همون کاسه توالت از دنیا رفته. واقعا جای ترس داره وقتی که انسان شخصی در زندگی اینگونه زندگی کرده باشه بینندگان عزیز و کسی که در زندگی اینجوری خودش رو عادت داده باشه آخرتش هم اینگونه خواهد بود. جا داره که ما در زندگی سعی بکنیم زندگیمون زیبا باشه
سعی بکنیم زندگی زیبایی داشته باشیم تا آخرتمون هم مثل دنیامون باشه، زیبا باشه و لحظه‌ای که از دنیا خارج میشیم لحظه زیبایی باشه که پشیمان نباشیم. جناب مولانا تشکر میکنم از حضور شما. فقط اگر صحبت پایانیتون رو با بینندگان عزیز داشته باشید تا ادامه موضوع رو برنامه بعد ما کنیم. صحبت خاصی ندارم. از الله سبحانه و تعالی میخوام که خدای تبارک و تعالی بر ما توفیق بده که اسباب حسن خاتمه و اسباب سوء خاتمه مد نظر داشته باشیم. خداوند خاتمه همه ما به خیر و به خوبی بگرداند. آمین. شما بینندگان عزیزم تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو سفر آخرت رو یاری کردید. در قسمت‌های بعدی این سفر رو با شما ادامه خواهیم داد همچنان و گذرگاه‌های دیگه که در مسیر ما در آخرت خواهد بود. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال می‌سپارم. الله یار و نگهدارش.